ضمن نشست گفته شد که دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان یکی از مؤسسه‌های تعلیمی صحوی در جمهوری تاجیکستان میباشد که متخصصان به بازار داخلی و بیرونی مهنت رقابت‌پذیر را از روی رویه‌های اقتصادی، اداره و حقوق آماده می‌نماید. موافق رده‌بندی اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دانشگاه در بین مؤسسه‌های تحصیلی عالی کسبی سال‌های اخیر در دهگانه بهترین مؤسسه‌های عالی کشور قرار دارد و در آینده ما را ضرور است که جهتی بلند برداشتن نفوذ و اعتبار دانشگاه کوشش به خرج دهیم. دانشگاه دارای دانشکده اقتصاد و سودا در شهر خوجند، لیسه 3 فاکولتت و شعبه تحصیل فاصله میباشد. دانشگاه از روی 36 اختصاصی، برنامه بکالوریات، 10 اختصاصی، برنامه ماجستراتورا، 13 اختصاصی، برنامه دکتر پی‌اچ‌دی و 7 اختصاصی، برنامه تحصیلات عالی دوم کسبی متخصصان را برای بازار مهنت وطنی و خارجی تیار میکند. سال 2024 در دانشگاه 157 گروه اکادمی از جمله 117 گروه اکادمی در آموزش روزانه و 40 گروه در شعبه فاصلوی به تحصیل فرا گرفته شد. تحصیل در دانشگاه با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی به راه مانده شده است. در شعبه روزانه 91 گروه اکادمی با زبان تاجیکی، 24 گروه با زبان روسی و 2 گروه اکادمی با زبان انگلیسی تحصیل می‌نمایند. در شعبه فاصلوی 36 گروه اکادمی با زبان تاجیکی و 4 گروه اکادمی با زبان روسی به تحصیل فرا گرفته شدند. جمع عمومی دانشجویان 4017 نفر را تشکیل می‌دهد که از این شماره در شعبه روزانه 2594 نفر، تحصیلات فاصلوی 1376 نفر و در ماجستراتورا 47 نفر دانشجو تحصیل می‌نمایند. سال 2024 دانشگاه را 980 نفر دانشجو ختم نمود. از این مقدار 19 نفر دانشگاه را در زمینه بکالوریات با دیپلم اعلی جنببست کردند که 11 نفرشان را دختران تشکیل می‌دهند.